اگه برگومه تا برای بار سوم نرفته بیان بکنیم زب، یعنی بریم زب بکنیم. دوستان بعد از چش و گوزهای فراوان بالاخره تنگ کردن به شما. بعد 4 ماه دوباره دارن قیافه محصول منو میبینید. اول از همه تو این مدت چه نبودیم، راست شو بگیم کجا رفته بودیم. خفه شو، داشتم چی میگفتم؟ آها این که کجا بودیم؟ هیچا، همینجا بودیم. از ترس چونمون پناه گرفتیم و مثل این که برای موشک میزدن، موشک نره تومون. آره آخرم یه زور زدن تلویزیونمون قاطی کرد. حالا هی چیزای سرت و پرت از خودمون پخش میکنه. الانم گازا رو شهردار قطع کرده. یه وقت جای سر نشتی گاز منفجر نشه مجبوریم اینجا آتش درست کنیم. آب و برگم که کلن yok. حالا شما بگید. یه حالی به آدم میمونه، نه والا احوالی به آدم میمونه، نه بلا. همین الانم که بچه ها به زور تریاک سر پاند و گرنم ما پاره میگه خودتون دارم میبینید. آن چیز که بیان است سعادت به عیان است. الله قراره چی کار بکنم؟ هیچی. از اول با بچه ها گفتم مصاحبه همش بذاریم، گفتم نمیشه که انش در میاد. گفتم اخبار بگیم خب میکننمون تو جون دراما درست کنیم ایران، هواشی بیارتمون بالا. گفتم ولش. یه وقت بچه ها مثل سامان ویلسون میرن دیگه نمیان. کامیونیتی یوتیوب کیویر میشه. آره خلاصه با هم که جویم کشور آسیا رو میزنیم. بله خلاصه گفتیم آقا چی کاریه، درقچ بازی در میاره مردمو میخندونیم. الانم برای اینکه حال و هوای شما عوض بشه یه زوج میگم دور هم بخندیم. میدونین چی طنز نیست؟ نه طنز. ای بابا باز رفته.